سلام، من اسمم پوریا. فامیلیم آبخوش. اسمش پوریاست. پوریا آبخوش، پسرکی خوش صدا که خیلی زود ویدیوهایش در فضای مجازی گل کرد. پوریا از زمان تولد با بیماری نرمی استخوان دست و پنجه نرم می‌کند و به دلیل شرایط خانوادگی خرجی خانه با اوست. شاید یکی از چیزهایی که باعث شد پوریا معروف شود خواندن آهنگ گلپونه هایی است که پیش از او ایرج بسطامی خوانده بود. پوریا در یکی از ویدیوهایی که از او در فضای مجازی منتشر شد گلپونه هایش را به ایرج بسطامی تقدیم کرد. ایرج بسطامی تو زلزله غم مرد. گلپونه ها نامهربانی آدشم زد گلپونه ها بیان زمانی آدشم زد مجنون دستم باقم بخوانم افسرده‌ام دیوانم آزرده جانم من ماندیم تنهای من ماندم تنها میان سیل غم ها حبیبم سیل غم ها من ماندم تنهای صدا، حالت چهره و دست کوچکی که برای بلندتر شدن صدا روی صورتش قرار داده در اوج تصنیف گلپونه ها آنچنان نشسته که احساس میکنی پوریا تنها ترین انسان روی زمین است. درباره پوریا با خواهر زنده یاد ایرج بسطامی صحبت کردم. ویدیوهایش را دیده بود. فاطمه بسطامی میگوید اولین باری که ویدیوهایش را دیدم تصمیم گرفتم او را پیدا کنم. او می گفت ماهاست می خواهم به دیدنش بروم اما نمی شود. قرار بر این شد که پوریا را پیدا کنیم اما پیدا کردنش کار آسانی نبود. از او فقط 2 نشانی آن هم در ویدیوهایش وجود دارد. اولین نشانی بازار قدیم رشت و دوم محل سکونتش یعنی آستارا. جستجو را از نشانی اول آغاز کردیم. مرکز شهر مقابل دیگه من تو مرکز شهر نه دنبال یه نفر میگردیم گفتن بازار ماهی فروش میام که اگه مرکز شهر ماهی فروش میخواد برید باید بری شهرداری، یعنی 2 تا 3 تا فلکه رد کنی ماشین بانک ملی بذاری بعد اونجا. بالاخره بعد از کلی پرسجو به بازار رشت رسیدم، اما نه تنها. با فاطمه بسطامی، خواهر زنده یاد ایرج بسطامی. جستجو را برای رسیدن به بازار ماهی فروش ها شروع کردیم تا شاید در آنجا نشانه ای ما را به پوریا برساند. در بازار ماهی فروش ها از یکی از کسبه درباره پوریا سوال کردیم که او گفت مدت هاست پوریا به آنجا نرفته. راه تماسی باش نداری؟ نه از خودش تماس شما نداره، یعنی دوستاش اینجا شمارش گرفتم بهشون همکاراشون زنگ زدم. کجا دوستاش تو این بازار بودن؟ کجا اولین نشانی میگوید که باید به آستارا برویم، اما ما به امید اینکه شاید شخص دیگری از پوریا خبر داشته باشد جستجو را ادامه دادیم. فروشنده دیگری که از او درباره پوریا پرسیدیم محلی که پوریا در آنجا می ایستاد و می خواند را به ما نشان داد. او گفت شاید مغازه‌دارهای آن طرف آدرسی از پوریا داشته باشند.
تقریبا از یافتن پوریا در رشت ناامید شدیم. شما میگی آستارا؟ اینجور که اینا میگن خیلی وقت اینجا نیومده. در راه خروج از بازار تصمیم گرفتیم پرسجو را ادامه دهیم تا شاید نشانه ای پیدا شود، تا اینکه راهنمایی یکی از کسبه ما را به عقب برگرداند. گویا شخصی به نام امیر حسین با پوریا رابطه دوستانه برقرار کرده بود. قرار شد از او درباره پوریا سوال شود. در همین فاصله از مغازه‌دار درباره پوریا و آهنگ‌هایش پرسیدم. بیشتر چی میخون شما که میدونید؟ بیشتر تلفن فکر کنم من ماندم تنها شعر من تنها رو اصلا آشن‌تر. چجوری پیدا شده؟ اینجا نیستش، میرم تو شمال نیست. او هم میگفت برای پیدا کردن پوریا باید به آستارا برویم. تنها شانس باقی مانده پیدا کردن امیر حسین بود. بالاخره از طریق امیر حسین یکی از آشنایان پوریا را پیدا کردیم. اخبار او درباره پوریا چهره خانم بسطامی را در هم کشید. چند ماه پیش پوریا زمین می‌خورد و دستش می‌شکند. بیماری پوریا باعث شده بود که مداوای او سخت‌تر شود و به همین خاطر او تحت سرپرستی بهزیستی رشت قرار گرفته. مقصد بعدی ما بهزیستی رشت بود. در آنجا اطلاعات کاملی از جمله شماره مددکارش را به دست آوردیم و طی تماسی با او شرایط دیدار با پوریا برای اولین بار در یکی از خیابان‌های رشت فراهم شد تا بالاخره بدون اینکه نیاز باشد در آستارا پوریا را جستجو کنیم به او برسیم. سلام آقا پوریا، چطوری؟ آقا پوریا خوبی؟ میدونی این خانم کیه؟ گلفونا از کیه؟ گلفونا آهنگ مال کیه؟ ایراج بسطامی. ایشون خواهر آقای بسطامیه. بخون حالا بخون خاله بخون. از کرمان اومدن شما رو ببینم. آخه بخون مامان جون بخون. شیخونه با شوخی میکنه با نه خودم خواهر ایرج بستم. صدا تو که کلیپ تو که دیدن گفتم بیان شما رو اینجا ببینم. بخون مامان جون. خب آقا پوریا خوشحالی؟ آره، کی خیلی اومده خوشحالم. دیدنه؟ جانم. کی اومده دیدنه؟ خانم بسطامی. کیه؟ خانم بسطامی. کیه؟ آبجی بسطامیه. آبجی بسطامی اون کسی که دوستش دارم آبجی اونه. پوریا چند سالته؟ من 14 سالمه. 14 سالته. چند وقت میخونی؟ من 3 سال. 3 ساله میخونی. بعد اولین آهنگی که خوندی چی بود؟ ایرج بسطامی. کدوم آهنگش بود؟ گلفونه های وحشیه. دشتم. کجا اینو همینجا از روی CD گوش دادی یا چی شد؟ یکی من یاد داد. یکی بهت یاد داد. کی یادت داد؟ یکی که خیلی زن داشت تو آستارا بودم و من یاد داد. اسمشو نمیدونی؟ اسمش نمیخوام. یادت رفته چی کاره بود؟ والا من همیشه میادم مخیلی پارک میخونم پول میگرفتم اون پیدا شد و من گفت که به این آهنگو یاد بگیری خیلی خوبه دوست داشتنیه. بعد گذاشت برات اونم پخش کرد. خودش میخوند از ایرج بسطامی. ببین توی مدت میومدی رشت و میرفتی؟ بله. چجوری صبح میومدی رشت؟ بعد از اون میومدم مثلا صبح نه من 11 12 میومدم بعد میرفتم. خب کی تو رو میآورد میبرد؟ خودم در بستی میومدم. خب دربست چند میگرفت ازت میآوردت اینجا؟ حالا بعضی موقع در بعضی موقع در نه. حالا ما میریم مثلا میرفتیم میومدیم ما رو بگیم 100 تومن یه چیزا. برای یه روز دربست میومد 100 تومن ازت میگرفت؟ آره. خب تو چقدر در میآوردی که 100 تومن به اون میدادی؟ خدا شکر 200.
چقدر؟ 200. 200 تومن؟ نصفشو میدادی به اون؟ بله. بعد الان اون پولو دیگه در نمیاری. نه الان که خب الان راضی تری از این وضعیتی که داری از اون موقع؟ از این موقعی راضی دارم که میخوام برم دکتر پام خوب بشه، مدرسه برم تو مثلا برای خودم یه آینده چیز کنم. آرزو چیه پوریا؟ آرزوی بزرگم آره. آرزوی بزرگم اینه که اونایی که مریضن شفا پیدا کنن، اونایی که مثل منن، اونایی که سرطان دارن، اونایی که مریضی قند دارن، هر مریضی هر نوع مریضی که داشتن الهی به امید خدا حق ابوالفضل حق امام حسین خوب بشن، الهی به امید خدا همه مردا شفا پیدا کنن. منم یکیش. خب آرزوت برای خودت چیه؟ دوست داری چه کاری شی تو آینده؟ دوست دارم خواننده بشم مثل ایرج بستامی، بعد یه زنگ پام خوب بشه، آیندم خوب باشم. میشه حتما. آره دوست دارم یه خواننده خیلی خیلی خوب بشم. چرا شبیه ایرج بستامی هستی؟ من شبیه نجستم ای جانب میرم چجوری فهمیدی من شبیه نجستم؟ پوریا اول نگاه کردم شبیه این هستی، من بگم خانم بشی اول دیدم نه گودن خواهرشه باید از خالی یه دیدم. این خواهزاده شا آره خدا حفظش کنه. اینم چیزه 23 مرداد تولدش، من 22 هم. خب دلت بخوای بیای تهران به کلاس آواز. تهران میگن کلاس بیا خیلی بعد- خوبه. ما هماهنگ میکنیم انشالله اگه بشه حتما از خدا بوده که خیلی خیلی من میگم میرم. گلپونه ها رو برام میخونی؟ چشم. گلپونه های وحشی دشت میدم وقت سر شد، خاموشی شب رفت و فردا دیگر شد. من ماندم تنهای تنها، من ماندم تنها میان سیل غم ها. حبیبم سیل غم ها، گلپونه ها نامهربانی آتشم زد، آتشم زد. گلپونه ها نامهربانی آتشم زد، آتشم زد. گلپونه ها بی همزمانی آتشم زد، آتشم زد. میخواهم اکنون در سحرگاه ها بخوانم، افسرده هم دیوانم، آزرده جانم.